من میخواهم با زوجه‌ام همخوابگی کنم، وی نمیگوید، رد میکند. من چیکار کردنم را نمیدونم. التماس یک نصیحت میکردید. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، البته زن نباید از همخوابگی با شوهرش خودداری کند. این یکی از حقهای واجبی شوهر است که هر وقتی که بخواهد و طلب کند، زن باید خود را در اختیار او گذارد و از همخوابگی با او خودداری نکند، اگرچه در کار مهم مشغول باشد. در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند مرد وقتی همسرش را به همخوابگی دعوت کند، زن باید حتما او را اجابت کند، اگرچه بر سر تنور باشد. یعنی اگرچه امکان سوختن نان هاست، باز هم باید شوهرش را اجابت کند و به نزد او برود، زیرا این کار برایش مهمتر است. زنی که به عذر از همخوابگی با شوهرش خودداری کند، مرتکب گناه کبیره می شود و مورد لعنت فرشتگان قرار می گیرد. در روایت بخاری و مسلم آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند مرد وقتی همسرش را به بسترش بخواند، یعنی برای همبستری دعوت کند و او رد کرده خودداری کند و مرد بر او غضبناک شده خواب کند، تا صبح فرشتگان خداوند بر او لعنت میفرستند. پناه به خداوند. البته زن در صورت گناهکار می شود که به عذر خودداری کند. اما اگر عذر دارد، یعنی در حالت حیض یا نفاس باشد، یا روزه فرضی داشته باشد، یا بیماری است که نمیتواند همبستری کند، در این صورت گناهکار نمی شود. زن این را باید بداند که وقتی به عذر از همخوابگی با شوهرش خودداری می کند، یا هر دفعه با زاری و تولا همخوابگی کند، در این صورت شوهرش را به زن دوم گرفتن یا به زناکاری وادار می کند. علاقه زن و شوهر آهسته آهسته سرد می شود و مرد در فکر زن دوم یا به دنبال زنان فاحشه می افتد. مرد در کنار همسرش باید آرامش حاصل کند، چطوری که خداوند می فرماید لتسکنوا الیها، یعنی تا در کنار همسرانتان آرامش حاصل کنید. زن برای شوهرش باید مایه آرامش باشد، ولی با خودداری کردن از همخوابگی تمام آرامش را از شوهرش میگیرد و او را ناراض و غضبناک میکند. حالا آنکه طبق روایات حدیث راضی بودن شوهر برای زن سبب داخل شدن جنت می شود. خواهران عزیز، در حق شوهرانتان از الله بترسید.